دومین مرحله ماسک جنجالی تیک تاک. خب یه مقدار با گذاشتن این ماسک با ماسک قبلی طول کشید، چون خوردیم به ایام عید نوروز اسفند و من سرما خوردم. الانم بگینگی یکم سرما خورده هستم، ولی خب دیگه اومدم که این دومین ماسکش رو بذاریم ببینیم چجوری میشه. سری پیش من قسمت لبش رو لبم گذاشتم و قسمت پشت پلکاشم روی پشت پلکام گذاشتم. بعد تو کلیپات دیدیم که بعضیا این قسمت خطوط خنده گذاشته بودن و وسط پیشونی. حالا این سری منم میخوام دقیقاً همونطوری اقدام کنم، ببینم که چجوری میشه. پس با من همراه باشید. بازم پوستم خشکه دیگه، مخصوصا سرما خوردم که شدم یه مقدار بدتر شد. ولی این دفعه راستی من قبل از که این ماسک رو بذارم تقریبا 2-3 هفته پیش یه فیشیال خوب رفتم برای صورتم و الانم با فیس واش اسکین وان صورتم رو شستم و امیدوارم که نتیجهش خوب باشه. بریم ببینیم چطوریه. خب اینو میذارم این قسمت پیشونی. خب نمیدونم مشخص میشه این تو یا که نه. اینم میذارم خط خنده این برم. شاید باورتون نشه گزگزشو این خط خندم داره شروع کرده و خیلی میسوزونه. اینو میکردم که به مساوات باشه، میذارم اینجا، اینو هم میذارم اینجا. من اگه سرم بالاست و اینکه میخوام تو آینه خودم رو ببینم. خوب این سری واردتر شدم نه؟ ولی خب تاسته نشه بازی نشه. خیلی دوست دارم از همون برم بیرون بابام من اینجوری ببینه چی به میگه. راستی امروز 13 بدره و شبه و فکر کنم تا 1 ساعت دیگه پایتخت شروع میشه. اینجاشو میکنم قطعا با قیچی میذارم اینجا چون حیفه. اینقدر از صورتم پوشش ندارم. ولی این دفعه این ماسک رو خیلی بهتر گذاشتم. سری قبل خیلی بکش شد، پاره شد.
اینجا هم قیچی میکنم، میبینی؟ اینجا هم قیچی میکنم که قشنگ بخوابه. این تیکه هم قیچی میکنم و میذارم این قسمت ها و بقیه جاهای صورت هم که اوکی دیگه، کارش نمیشه کرد. بریم ببینیم چجوری میشه. میمون از کجا آورد؟ نمیدونم آره ماما ببین میمون وحشی بود، میمون معمولی نبود. منم که جونم به کتم بسته است. هر روز این ور خونه میمون گربه دعوا داشتن. فیل فرستادیم دنبال یوسفلنگ. گیتارش هم با خودش نبود تفنگ. خب همطور که میبینی ساعت 2:02 شب هست و کامل همش جذب شده. یه چیز جالبی که این سری تجربه کردم، فکر نمی کردم که این قسمت هایی که دولایه هست انقدر خوب جذب بشه، چون فکر میکنم پلاستیک دیگه. ولی خیلی خوبه که هم این رویه جذب شده هم اون زیریه. بریم ببینیم که چجوری میشه. فکر میکنم پوستم از اون سری خیلی بهتر شد. نه بذار برقو بزنه. واو خدایی خیلی بهتر شد.